بزرگترین لطمه ای که میتوانند بزنن کاری که امروز شما میبینید در بعضی از کشورهای منطقه ما مثل عراق، مثل لبنان، این خطرناکترین هست. بنده اینجا جسم ناقصی دارم. حالم بده، احوالم بده، امام و مقوایی دیدم، خودم و لگد مالی دیدم، خیلی بده. حالم بده، حالم بده، آقا رو با بیجامه دیدم، سرشو بی امامه دیدم، خیلی بده. حالم بده، احوالم بده، رفیقام و اسقاطی دیدم، خودم و توشون قاطی دیدم. حالم بده، احوالم بده، شوک شدم،